مرداد 1399 تهران. این پرونده خبر از 4 دختر شهرستانی بوده که برای ادامه تحصیل به پایتخت رفته بودند تا بعد از تحصیلات بتونن دنبال کار بگردن یا برگردن به شهرشون. دختران دانشجویی که برای ادامه تحصیل و پیدا کردن کار به تهران رفته بودند. طراحی لباس رشته انتخابی آنها بود و موفق شده بودند ترم نهایی دانشگاه را با موفقیت طی کنند. با توجه به پایان مدت زمان تحصیلی امکان حضور در خوابگاه برای آنها وجود نداشت و به همین دلیل از طریق یکی از همکلاسیانی که وضع مالی خوبی داشت محل اسکان به آنها داده میشه و در ازای آن باید کاری را برای این فرد پولدار انجام میدادند. البته هر کاری نبود. فائزه، شیلا، کمند و ترانه دخترانی بودند که در ازای سرپناه مجبور به فروختن تن خود شدند. پرونده تلخی که در بدترین شرایط این دخترها رو به آغوش خانواده برگردوند و اما جزئیات این پرونده را با هم میشنویم. خانواده ها یکی پس از دیگری به اداره پلیس مراجعه کردند و گزارش مفقودی دختران دانشجوی خود را به اداره پلیس تهران اعلام می کردند. حسینی کارمندی بود که مرخصی گرفته بود و برای پیدا کردن دخترش از تبریز به تهران آمده بود. او به مأموران پلیس می گفت دخترم ترم تابستونه گرفته بود تا درسش رو زودتر تموم کنه و بتونه برگرده به تبریز، اما 3 روزی میشه که هیچ خبری ازش نیست و جواب تلفن ما رو نمیده. با خوابگاه تماس میگیریم، میگن دانشجویان ترم قبل خوابگاه رو تخلیه کردن و با دانشجویان جدید جایگزین شده. از طریق کادر اداری دانشگاه هم که پیگیری میکنیم اطلاعاتی رو به ما نمیدن. گزارش مفقودی کمند جمالی از یکی دیگر از شعبه‌های پلیس به بخش مرکزی ارسال شد. بر اساس این گزارش مشخص شد که کمند جمالی هم از دانشجویان همین دانشگاه در تهران بوده که به تازگی فارغ التحصیل شده است. خانواده او نیز سراسیمه از قزوین به تهران آمده بودند و خبر از گم شدن او میدادند. ماجرا به همین جا ختم نمی‌شد و پرونده‌های مرتبط دیگری که به صورت زنجیره‌ای به هم وصل بودند ضمیم یکدیگر می‌شدند. ترانه اکبری و شیلا سلطانی نیز 2 دختر دانشجوی دیگری بودند که به تازگی گم شده بودند. خانواده‌های اونها در حالی از شیراز و گیلان به تهران می آمدند که عکس دخترانشان در دستشان بود و از مأموران پلیس می‌خواستند که آنها را پیدا کنند. پدر و مادر شیلا به مأموران پلیس میگن که قرار بوده بعد از پایان درس دخترمون مراسم نامزدی شیلا با پسر عموش برگزار بشه، ولی از اون هیچ خبری نداریم و خانواده عموش هم چشم به راهن. ترانه هم که دختر یک کشاورز بوده قرار بود که این هفته به خانه‌اش در گیلان برمیگشت و در مزرعه به پدر و مادرش کمک میکرد. همگی این خانواده ها چشم به راه دختران خود بودند، اما از هیچ کدام خبری در دست نبود. با دریافت این اطلاعات این پرونده مشکوک و پیچیده تشکیل شد. طبق اظهارات والدین این دختران دانشگاه و خوابگاه تنها مکانی بوده که آنها در آن رفت و آمد می‌کردند. به همین دلیل یک تیم تحقیق برای جمع‌آوری رد و نشانی از آنان به دانشگاه اعزام میشه و تیمی دیگر به خوابگاه اعزام میشه. پس از ساعتها گفتگو با مدیریت خوابگاه و دانشگاه به این نتیجه رسید که هفته گذشته و با پایان ترم تابستانه جشن فارغ التحصیلی ساده‌ای در دانشگاه برگزار شده و همه دانشجویان از هم خداحافظی کردند. پلیس از مدیر دانشگاه تقاضا کرد که هر گونه جزئیاتی را در خصوص این دختران در اختیار مأموران اعزامی قرار دهد. طبق اظهارات مدیر دانشگاه این دختران با دختری به نام فروزان در ارتباط بودند و رابطه خوبی بین آنها شکل گرفته بود، به صورتی که در جشن فارغ التحصیلی فروزان برای همه آنها هدیه خریده بود و با هم عکس‌های یادگاری زیادی گرفتند. مشخصات و شماره تماس فروزان در اختیار مأموران قرار گرفت و آنها در فاز دوم تحقیقات خود فروزان را برای همکاری در پیدا کردن دختران گم شده به اداره پلیس تهران دعوت کردند. در بازجویی انجام شده از فروزان دختری معصوم و دلسوز به نظر می رسید که برای پیدا کردن دوستانش آمادگی هر همکاری را با پلیس داشت. او عکس‌های یادگاری که در جشن فارغ التحصیلی با دوستان خود گرفته بود را به پلیس نشان داد و اعلام کرد آخرین عکس‌هایی هست که از آنها دارم. او به ماموران پلیس گفت از بچه‌ها قول گرفته بودم که زود به زود به من سر بزنن و نذارن فاصله زیادی بینمون بیفته. حتی یه شب همه رو به خونمون دعوت کردم و شب بیادماندنی رو در کنار هم گذروندیم.
فروزان دانشجویی بود که از نظر مالی شرایط مناسبی داشت و ماشین شاسی بلندی که زیر پایش بود حکایت از این قضیه داشت. اظهارات فروزان هم ثبت شد و پس از آن مأموران به سراغ دیگر دانشجویان رفتند تا اظهارات بقیه هم بشنود. در بین یکی از دانشجویان زهرا دختری بود که صحبت‌های متفاوتی می‌کرد. زهرا به مأموران میگفت فائزه، شیلا، کمند و ترانه تهران رو خیلی دوست داشتن و از اینکه ترم تابستونه و دانشگاه تموم بشه ناراحت بودند. چند بار بین حرفاشون شنیده بودم که دوست ندارن برگردن شهر خودشون. یکی از ازدواج اجباری با پسرعموش مینالید، یکی دیگه از اینکه باید بره تو مزرعه کار کنه. همشون تهران رو به عنوان پلی برای رسیدن به آرزوهای خودشون میدیدند، اما از نظر مالی تأمین نبودند و چاره‌ای جز برگشت نداشتن. زهرا گفت فروزان خیلی هواشون رو داشت. گاهی کتابایی که لازم داشتن رو براشون میخرید، گاهی هم توی پرداخت شهریه بهشون کمک میکرد و بعضی مواقع اونا رو به خونش دعوت میکرد. زهرا اطلاعات دیگه‌ای در مورد فروزان ارائه داد که توجه مأموران رو به خودش جلب کرد. او به مأموران گفت خانواده فروزان خارج از کشور هستند و او خودش به صورت مستقل اینجا زندگی میکنه. برای همین اکثر مواقع با بچه‌ها به خونش میرفتن تا با هم خوش بگذرونن. مأموران به اطلاعات جدیدی در خصوص فروزان دست پیدا کردند، در حالی که خودش از بیان این موارد خودداری کرده بود. برای روشن شدن موضوع بار دیگر فروزان به اداره پلیس فراخوانده شد. زمانی که مأموران اطلاعات جدید را با او در میان گذاشتن متعجب شد و از حالت و زبان بدن او مشخص بود که دچار استرس و نگرانی شد. همین نکته کافی بود تا مأموران فعالیت‌های او را زیر نظر قرار بدهند. در مدت زمانی که مأموران پلیس در حال جستجو برای یافتن 4 دختر مفقودی بودند، خانواده‌های آنها به صورت مستمر به اداره پلیس مراجعه می‌کردند تا خبر جدیدی را از آنها به دست آورند و هر بار دست از پا درازتر اداره پلیس را ترک می‌کردند. در یکی از روزهایی که تیمی از پلیس فروزان را تعقیب می‌کرد، مادر ترانه با اصرار فراوان آنها را همراهی می‌کرد. زمانی که فروزان برای خرید به فروشگاه مراجعه کرده بود، کیف کوچکی همراه داشت که توجه مادر ترانه را به خود جلب کرد. او به مأموران گفت سال گذشته یک کیف شبیه این رو برای دخترم ترانه خریدم و ترانه هم اینو خیلی دوست داشت. با این سرنخ مأموران احتمال دادن فروزان از مکان دختران باخبر باشه. طی عملیاتی زمانی که از فروشگاه خارج شد، او را بازداشت کرده و به اداره پلیس منتقل کردند. پیش از ورود به اتاق بازجویی کیف را از وی گرفتند و آن را تفتیش کردند. در کمال ناباوری 4 گوشی در کیف بود. با تحقیقات جدید مأموران و تحت فشار قرار دادن فروزان، گرچه وی در ابتدا از بیان حقیقت خودداری می‌کرد، اما در نهایت مجبور به اعتراف شد. به گفته فروزان تمامی گوشی‌ها متعلق به همان 4 نفر مفقود شده بود و آنها گم نشده بودند، بلکه با رضایت خودشون حاضر بودند با فروزان زندگی کنند. فروزان به مأموران پلیس گفت هر کدوم از این دختران بنا به دلیلی از برگشت به خونه خودداری می‌کرد. یکی ترس از ازدواج، دیگری کار در مزرعه، یکی تحمل خانواده سنتی و همگی آنها از من خواهش کردند که بهشون سرپناه بدم. فروزان در ادامه حرفایی زد که باعث تعجب و نگرانی مأموران پلیس شد. در ازای کاری که برای اونا میکردم ازشون پول میخواستم و چون اونا پولی نداشتن که به من بدن، وارد باند دخترانی شدن که تن فروشی میکردن و این باند درصدی از درآمد خودش رو به من میداد. مأموران پلیس اظهارات فروزان رو ثبت کردند. طی تحقیقاتی مشخص شد که مبالغ زیادی به حساب فروزان واریز شده که منشأ خاصی نداشته و فروزان این ثروت خود را از این کار به دست آورده. مأموران پلیس به همراه فروزان به مکانی که دختران در آن نگهداری می‌شدند رفتند و طی عملیاتی همگی آنها به اداره پلیس منتقل شدند. تمامی عواملی که در باند فروش دختران و اقدام به ترویج خودفروشی دختران نقش داشتند بازداشت شدند. در بازجویی صورت گرفته از فائزه، شیلا، کمند و ترانه، این دختران صحبت‌های فروزان را مبنی بر عدم تمایل به برگشت به خونه تایید کردند، اما از جایی به بعد می‌خواستند از این باند خارج بشن و فروزان با تهدید اونها رو در باند نگه داشته بود. فروزان و دیگر عوامل این باند با تهیه عکس‌های نابهنجاری از این دختران در حین رابطه با ایجاد ترس در آنها را مجبور به ادامه همکاری در این باند و اقدام به تنفروشی می کردند.
با تکمیل شدن اطلاعات این پرونده به دادگاه منتقل شد و قاضی مربوطه به آن رسیدگی کرد. پس از بررسی صورت گرفته و بررسی مدارک و اظهارات افراد، قاضی عاملین این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. فائزه، شیلا، کمند و ترانه قربانیانی بودند که به دلیل فشارهای ناخواسته در خانواده به دنبال راه فرار بودند، اما گرفتار این جنایت هولناک شدند.